در میان دختران صحرا. یک آواره‌ای که خود را سایه زرتشت مینامید گفت: دور مشو، نزد ما بمان، وگرنه اندوه دیرینه دمناک ما دیگر بار ما را فرو خواهد گرفت. همکنون آن جادوگر پیر بدترین کار خود را به بهترین صورت با ما کرد و بنگر که در چشمان پاپ خوب خداشناس اشک حلقه بسته است و دیگر بار بر دریای اندوه به کشتی نشسته است. این شاهان نیز اگرچه در برابر ما ظاهری خوب به خود میگیرند، زیرا اینان این را امروز از ما همگی بهتر آموختند، اما اگر شاهدی در میان نباشد شرط میبندم که همان ماجرای تلخ بر سر ایشان نیز خواهد آمد. ماجرای تلخ ابرهای انبوه شونده، اندوه دم کرده، آسمان گرفته، خورشیدهای ربوده، بادهای زوز کش پاییز. ماجرای تلخ زوز کشی و بانگ فریاد خواهی ما. نزد ما بمان زرتشت، اینجا بسی بیچارگی نهفته هست که میخواهد زبان به سخن بگشاید. بسی شامگاه، بسی ابر، بسی هوای دمناک. تو ما را با خوراکهای نیرو بخش مردانه و سخنان پرقدرت پروردی. مگذار پس خوراک ما آن باشد که جانهای ناتوان زنان باز ما را فرو گیرند. تنها تو ای که هوا را در پیرامونت نیرو بخش و روشن می کنی، کجا بر روی زمین هوایی به خوبی هوای غار تو دیدم؟ من سرزمین‌های بسیار دیدم و بینیم آموخته است که هواهای بسیار را بیازماید و بسنجد، اما نزد توست که حفره‌های بینیم بزرگترین لذت را میبرند. به جز ببخشای این خاطره دیرینه را، ببخشای مرا به خاطر ترانه پس خوراکی که روزگاری در میان دختران صحرا تصنیف کردم، زیرا نزد آنان نیز همین هوای خوب روشن شرقی وجود داشت و آنجا من از اروپای پیر، ابرآلود، نمناک و غمناک از هر زمان دورتر بودم. در آن روزگاران من عاشق چنان دختران شرقی بودم و دیگر ملکوت‌های آسمان آبی که هیچ ابر و اندیشه‌ای بر آنها آویخته نیست. باور نمی کنید که آنان آنگاه که نمی رقصیدند چه خوش می نشستند، ژرف اما فارغ از اندیشه، چون رازهایی کوچک، چون معماهایی سربسته، چون فندقهای پس خوراک. به راستی رنگارنگ و شگفت اما بی ابر، چون معماهایی گشودنی. به عشق این دختران من در آن روزگار به فکر ساختن یک مزمور پس خوراک افتادم. چون این گفت آواره و سایه، و پیش از آن که کسی او را پاسخ گوید چنگ جادوگر پیر را در دست گرفت و 4 زانو نشست و آسود خاطر و حکیمانه دور و بر خویش را نگریست. و اما چون کسی که در سرزمینی تازه هوایی بیگانه را بیازماید، هوا را در سوراخ‌های بینیش آهسته و آزمایان فرو می برد، سپس با قرشی نغمه سرایی آغازید.
صحرا میبالد، وای بران کس که صحراها در نهان دارد. هان با صلابت، به راستی با صلابت، سرآغازی شایان با صلابت آفریقایی، شایسته یک شیر یا یک بوزینه جیغ اخلاق کش. اما این در پیش شما هیچ نیست، شما دلبندترین دوستان که در پیش پایتان مرا که یک اروپاییم برای نخستین بار در زیر نخلها رخصت نشستن داده اید. شگفتا به راستی، من اکنون اینجا نشستم به نزدیک صحرا و با این همه چه دور از صحرا، و به هیچ روی ویرانی صحرا در من راه نیافته است، زیرا که این کوچکترین واحه مرا فرو بلعیده است. او خمیازه کشان دهان دلربایش را گشود، آن خوشبوی ترین همه دهانهای کوچک را، و من اندر افتادم، فرو افتادم از آن میان در میان شما، شما عزیزترین دوستان. درود درود بر آن نهنگی که میهمانش را بدین نیکویی پذیرا می شود. اشارت دانشمندانه مرا می فهمید. درود بر شکمش، اگر به دلانگیزی شکم واهه بوده باشد همانند این واهه، اگرچه من در این باره شک می کنم، زیرا من از اروپا می آیم که از هر زن سالمند شوهردار شکاکتر است. خداوند او را به راه راست هدایت کناد. آمین. من اکنون اینجا می نشینم، در این کوچکترین واحه به سان یک خرما، قهوه‌ای شیرین میان زرتراونده، هوسمند دهان غنچه‌وار دختران و از آن بیش هوسمند دندانهای پیشین دخترانه، دندانهایی به سردی یخ، به سپیدی برف، تیز و برا، زیرا دل هر خرمای داغ در تب و تاب آنهاست. همانند میوه جنوبی نام برده و بسی همانند او من اینجا آرمیده‌ام و حشرات کوچک بالدار در پیرامونم وز و بازی می کنند و همچنین در میان آرزوها و اندیشه‌هایی کوچکتر و دیوانه‌وارتر و گناه‌آلوده تر از آنها. فرو گرفته در حلقه شما، شما لالان، شما بدخبران، گربه دوشیزگان، دودو و زلیخا و من ابوالهول پیرامون، میخواهم احساس بسیار را در یک کلمه جای دهم. خداوند این گناه لفظی را بر من ببخشاید. اینجا می نشینم و بهترین هوا را می بلعم، به راستی هوای بهشت را، هوایی روشن، سبک، زربفت، به نیکویی هوایی که روزگاری به روایت شاعران کهن از ماه فرو افتاده است، معلوم نیست بر سبیل اتفاق یا از سر بدجنسی، اما من که شکاکم در آن شک می کنم، زیرا من از اروپا می آیم که از هر زن سالمند شوهردار شکاکتر است. خداوند او را به راه راست هدایت کناد. آمین. با پره‌های بینیم که همچون پیاله دهان گشوده اند این زیباترین هوا را می نوشم، بی آینده، بی یادی از گذشته. من اینجا اینسان نشستم ای دلبندترین دوستان، و نخل را می نگرم که همچون رقاصه‌ای روی کشاله هایش می خمد و می چمد. هرگاه کسی دیری بدان بنگرد همراه او همین گونه می کند، به سان رقاصه‌ای که به گمانم زمانی دراز، خطرناکانه دراز، ایستاده باشد همیشه همیشه بر روی یک پا، چنان می نماید که آن پای دیگر را از یاد برده است و من بی جهت در جستجوی آن گوهر توامان، یعنی آن پای دیگر بودم، در جوار قدس دامنش، آن عزیز ترین و لطیف ترین دامن، آن دامنک چرخی و چرخان پولک پوش. آری باور کنید دوستان زیبایم، او آن را از دست داده است،
او از دست رفته است، برای ابد از دست رفته است آن پای دیگر. دریغا از آن نازنین پای دیگر، کجا ممکن است گریان و غمناک و از یاد رفته مانده باشد آن پای تنها؟ شاید هراسان در برابر یک شیر هیولای زرین یال خشمگین، و یا تا کنون دریده و پاره پاره شده است. بیچاره وای وای، پاره پاره شده است. آه دیگر مگرید ای دلهای نرم، دیگر مگرید ای دلهای خرما، ای سینه های پرشیر، ای بسته های دلهای شیره شیرین بیان. دیگر زاری مکن دودوی رنگ پریده. مرد باش زلیخا شجاع، یا شاید چیزی نیرو بخش دل. اینجا به جا باشد آیا کلامی چرب و نرم اندرزی متین؟ هان برخیز ای جلالت فضیلتمند، ای جلالت اروپایی. بدم دوباره بدم ای دم فضیلت، هان دوباره بقر اخلاقی بقر، همچون شیر اخلاقی در برابر دختران صحرا. زیرا ای دختران دلبند، زوزه فضیلتمندانه کشیدن همان چیزی است که بیش از هر چیز مایه شور و شوق اروپایی، گرسنگی آزمندانه اروپایی است. و من اکنون اینجا همچون یک اروپایی می ایستم، جز این نمی توانم. خداوند مرا یاری کناد. آمین. صحرا می بالد، وای بر آن کس که صحراها در نهان دارد. بیداری 1. پس از نغمه سرایی آواره و سایه، غار یک باره آکنده از هیاهو و خنده شد. میهمانان مجلس همگی با هم سخن می گفتند و خر نیز در این میان به شوق آمده و خاموش نمانده بود. و همین سبب شد که در زرتشت اندکی بیزاری از ایشان پدید آید و بر میهمانش پوزخندی زند. اگرچه او خود نیز از شادمانی ایشان شاد بود، زیرا این در نظرش نشان شفایافتگی بود. پس از غار به هوای آزاد خزید و با جانورانش سخن گفت. او گفت فریادخواهیشان چه شد؟ همان دم اندک آزردگیش به سر آمد و باز گفت گویی نزد من بانگ فریاد خواهی زدن را از یاد بردند، اما دریغا که فریاد زدن را هنوز از یاد نبردند. آنگاه زرتشت گوشهایش را گرفت، زیرا همان دم صدای ارعر خر به طرزی شگفت با هیاهوی شادمانی انسانهای والاتر در هم آمیخت. و او دوباره سخن گفتن آغاز کرد. سرخوشند و کسی چه می‌داند از کجا، شاید به خرج میزبان، و اگر آنان خندیدن را از من آموخته باشند، این خنده هنوز خنده من نیست. اما چه باک، اینان مردمی پیرند و به شیوه خیش شفا می‌یابند و به شیوه خیش می‌خندند. گوشهای من تا کنون صداهایی آزارنده تر از این را تاب آوردند و آزرده نگشتند. امروز روز پیروزی است، او پس می نشیند، او می گریزد، آن جان سنگینی، دشمن اصلی دیرینم. این روزی که چنان بد و دشوار آغاز شد، چه خوش پایان می خواهد گرفت و می خواهد پایان گرفت. همکنون شامگاه فرا می رسد. آن چابک سوار بر گرده دریا فراز می آید. آن شادکام بر زین ارغوانیش چه چمان به خانه باز می آید. آسمان بر این به روشنی می نگرد.
جهان ژرف آرمیده است. شما همه ای شگفتانی که به من روی آورده اید، زندگی با من ارزنده است. چون این گفت زرتشت و دیگر بار فریاد و قهقاه انسانهای والاتر از غار برآمد. آنگاه باز سخن گفتن آغاز کرد. دام طعمه‌ام را به نیش میگیرند، دام طعمه‌ام اثر میکند. دشمن آنان آن جان سنگینی، از برابر ایشان نیز پس می نشیند. آنان بر خویش خنده زدن می آموزند. آیا درست می شنوم؟ خوراک مردانم گفتار نغز پرمغزم اثر می کند و به راستی من ایشان را نه با سبزی خشک که با خوراک جنگاوران و فاتحان پرورده‌ام، من آرزوهای تازه‌ای انگیختم. در دست و پاهاشان امیدهای تازه‌ای هست و دلهاشان از هم می گشاید. آنان کلامهای نو می یابند و جانهاشان به زودی در هوای بازیگوشی دم خواهد زد. بیگمان چون این خوراکی نه در خورد کودکان است، نه زنان پیر و جوان هوسناک، زیرا اندرونه ایشان را به راهی دیگر کشانده است. من طبیب و آموزگار آنان نیستم. تهوع از برابر این انسانهای والاتر پس می نشیند. باری این پیروزی من است. آنان در قلمرو من ایمن گشته‌اند. شرم ابلهانه از ایشان می گریزد و ایشان خود را می تکانند. آنان دلهای خود را می تکانند. وقت خوش به ایشان باز می گردد. آنان دوباره جشن می گیرند و نشخوار می کنند. آنان شکرگزار گشته‌اند و من این را که آنان شکرگزار گشته‌اند بهترین نشانه می دانم. چندان بر نخواهد آمد که به اندیشه برپا کردن جشنها خواهند افتاد و به یاد شادیهای دیرینشان یادمانها برپا خواهند کرد. آنان شفا یافتگانند. چون این گفت زرتشت شادمانه با دل خویش و فرا نگریست و اما جانورانش خود را به او فشردند و شادکامی و خاموشی او را پاس داشتند. اما ناگهان گوش‌های زرتشت یک خورد، زیرا غاری که تاکنون آکنده از هیاهو و قهقه بود یک بار در خاموشی مرگاسا فرو رفت و بخار و بخوری به بویایش رسید که عطر کاجدانه سوخته داشت. چه شده است؟ آنان چه می کنند؟ از خویشتن چنین پرسید و دزدانه به آستانه غار نزدیک شد تا میهمانانش را پنهانی بنگرد. اما شگفت اندر شگفت، چه ها که نمی بایست با چشمان خود ببیند. آنان دیگر بار دیندار گشتند، آنان نیایش می کنند، آنان دیوانه گشتند. چون این گفت و شگفتیش برون از اندازه بود و به راستی آن انسانهای والاتر، دو شاه، پاپ باز نشسته، جادوگر خبیث، گدای خود خواسته، آواره و سایه، پیشگوی پیر، دارنده جان با وجدان و زشت‌ترین انسان، همگی همچون کودکان و پیرزنان با ایمان زانو زده بودند و خر را نیایش می‌کردند. و همانگاه زشت‌ترین انسان به قلقل و خرخر پرداخت.
چنان که گفتی چیزی وصف ناپذیر می‌خواهد از درونش براید و چون آن چیز را به درستی به کلام درآورد، مناجاتی آبدانه و شگفت در نیایش خر پرستیده و بخوراگین بود و آن مناجات چنین طنین افکن شد: آمین، حمد و عزت و حکمت و شکر و جلال و قوت خدای ما را باد تا ابدالآباد. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری، او بار ما را می کشد، او خود را غلام ما کرده است، از صمیم دل صبور است و هرگز نه نمیگوید و هر کس که خدای خود را دوست داشته باشد او را گوشمال می دهد. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری، او چیزی نمیگوید مگر آری همیشگی به جهانی که خود آفریده است و جهان خود را این چنین می ستاید. از هوشمندی اوست که لب به سخن نمی گشاید، بدینسان کمتر به خطا می رود. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری، در جهان بی تظاهر می گذرد، خاکستری است رنگ تنی که در آن فضیلت خود را می پوشاند. اگر جانی داشته باشد نهانش می کند، اما همه به گوشهای درازش ایمان دارند. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری، چه حکمت خفیه است که او گوشهای دراز دارد و همیشه آری میگوید و هرگز نه نمیگوید، مگر او جهان را به صورت خیش نیافریده است، یعنی تا حد ممکن خرانه. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری، تو به راههای کژ و راست می روی، تو را با این کاری نیست که برای ما آدمیان کژ کدام است و راست کدام. پادشاهی تو در فراسوی نیک و بد است، بیگناهی تو همین است که نمیدانی بیگناهی چیست. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری، بنگر که تو هیچ کس را از خود نمیرانی، چه گدا چه پادشاه. کودکان خرد سال را اجازه میدهی که به تو نزدیک شوند و چون اوباش شرور تو را بیازارند جز آری چیزی نمیگویی. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری، تو ماده خر و انجیر تازه را دوست می‌داری، تو همه چیز می‌خوری، چون گرسنه باشی برای یک بوته خار دلت از خود بی خود می‌شود. در این کار حکمتی خدایی هست. و اما خر به دنبال آن نعره زد: آری. جشن خر. چون مناجات به دینجا رسید، زرتشت دیگر خویشتن‌داری نتوانست و خود بلندتر از خر نعره زد: آری. و به میان میهمانان عقل باخته خویش پرید و همچنان که نیایشگران را از زمین برمیخیزاند بانگ برداشت که ای فرزندان انسان، چه می کنید؟ وای بر شما اگر کسی دیگر جز زرتشت شما را دیده بود. هر کس دیگر می گفت که شما با ایمان تازه خود بدترین کافران و ابلهترین پیرزنان گشته اید. و تو ای پاپ پیر چگونه رضا دادی که اینسان اینجا خری را در مقام خدا بپرستی؟ پاپ پاسخ داد: زرتشت، در امور الهی من از تو نیز صاحب نظرترم و این کار بجاست.
پرستش خدا به این صورت به از آن است که او را به هیچ صورتی نپرستند. در این گفته درنگ کن دوست والای من تا زود بدانی که در آن حکمتی هست. آن کس که گفت خدا روح است بزرگترین گامی را به سوی بی ایمانی برداشت که تا کنون بر روی زمین برداشتند و بزرگترین جهش را بدین سو کرد. جبران چنین کلامی بر روی زمین آسان نیست. دل پیر من از این که هنوز بر روی زمین چیزی برای پرستش هست از شادی جست و خیز می کند. زرتشت ببخشای این دل پاپانه دیندار پیر را. زرتشت با آواره و سایه گفت و تویی که خود را آزاد جان میخوانی و میدانی اینجا چنین بت پرستی و کاهنی میکنی؟ به راستی کاری که تو اینجا میکنی بدتر از آن است که با دختران سیه چرده بدجنس خیش میکردی. ای نودین بدجنس. آواره و سایه پاسخ داد بسیار بد است، حق با توست، اما من چه توانم کرد؟ خدای کهن زندگی از سر گرفته است. زرتشت تو هر چه میخواهی بگو. این گناه زشت ترین انسان است. اوست که دیگر بار او را بیدار کرده است و اگرچه او بران است که روزی او را کشته است، اما گمان مرگ درباره خدایان خیالی است خام. زرتشت گفت و تو ای جادوگر پیر خبیث، تو چه کردی؟ اگر تو به چنین خرخدابازی ها ایمان داشته باشی، در این زمانه آزادی دیگر چه کس به تو ایمان خواهد داشت؟ این چه حماقتی بود که کردی؟ چگونه تواند بود که زیرکی چون تو چنین حماقتی کند؟ جادوگر زیرک پاسخ داد زرتشت حق با توست، این حماقت بود و دست زدن به آن برای من نیز دشوار بود. زرتشت با مرد با وجدان گفت و تو خود انگشتت را بر دماغت بگذار و فکر کن، آیا اینجا چیزی ناسازگار با وجود تو نیست؟ مگر وجدان تو پاکتر از آن نیست که با چنین نمازگزاری و دود و دمه این آبدان ناسازگار باشد؟ مرد با وجدان انگشتش را بر دماغش نهاد و پاسخ داد در این نمایش چیزی هست که با وجدان من نیز سازگار است. شاید من نمی باید به خدا ایمان داشته باشم، اما بیگمان خدا برای من به این صورت باور کردنی تر از همه است. به شهادت عابدترین مردم خدا می باید جاویدان باشد و آن کس که این همه وقت دارد باید وقت گذرانی کند، آن هم به کندترین و احمقانه ترین وجه ممکن. و چنین کسی می تواند در چنین جهتی گامهای بلند بردارد. و آن کسی که بسی از جان و خرد مایه دارد چه بسا شیفته حماقت و دیوانگی باشد. در خویشتن نگر زرتشت، و به راستی تو خود نیز از سرشاری و فرزانگی چه بسا خر شوی. مگر نه آن است که فرزانه کامل در کژ و کوش ترین راه ها گام میزند؟ ظاهر چنین حکایت می کند زرتشت، ظاهر تو. زرتشت رو سوی زشت ترین انسان کرد که هنوز بر زمین افتاده و دستها را به سوی خر برداشته بود، زیرا به او شراب می نوشاند و با او گفت سرانجام تو ای وصف ناپذیر بگو که چه کردی؟ دگرگون به نظر می آیی، چشمانت برافروخته است، ردای بلند پایگی زشتیت را می پوشاند. تو چه کردی؟ آیا درست است این که می گویند تو دیگر بار او را بیدار کردی؟ برای چه؟ مگر او بی دلیل کشته و شرش کم شده بود؟ تو خود نیز بیدار گشته می نمایی. تو چه می کردی؟ تو چرا بازگشتی؟ تو چرا بازگرویدی؟ بگو ای وصف ناپذیر. زشترین انسان گفت تو رذلی ای زرتشت. از تو می پرسم کدام یک از ما بهتر می داند که او هنوز زنده است یا زندگی از سر گرفته است؟
یا یک سر مرده است. اما من یک چیز را می‌دانم و این را نیز روزی از تو آموختم زرتشت: آن کس که می‌خواهد از بنیاد بکشد خندان است. با خنده می‌کشند نه با خشم. تو روزی چنین گفتی ای نهانکار، ای نابودگر بی خشم، ای قدیس خطرناک، رذلی تو. و اما چنان افتاد که زرتشت از چنین پاسخهای سراپا نامردانه حیران شد و به سوی در غار خیش باز پس پرید و روی به میهمانان خیش گردانید و با صدایی درشت فریاد زد: ای دیوانه های رذل، ای دلغک ها، چرا در برابر من درویی و پنهان کاری می کنید، حالان که دلهای یکایکتان از شادی و شیطنت به خود می پیچد، زیرا که شما سرانجام دیگر بار کودک خردسال شده اید، یعنی دیندار، که سرانجام همچون کودکان رفتار می کنید، یعنی دستها را بر هم می نهید و دعا می خوانید و می گویید خدای مهربان. اما اکنون این کودکستان را ترک کنید، غار مرا که امروز خانه هر گونه کودکی بوده است، گرمای بازیگوشی کودکانه و همه دلهاتان را در بیرون فرو نشانید، بیگمان تا که همچون کودکان خردسال نشوید به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. و زرتشت با دستهایش به بالا اشاره کرد. اما ما به هیچ روی خواهان راه یافتن به پادشاهی آسمان نیستیم، زیرا ما مرد شده ایم، پس ما پادشاهی زمین را خواهانیم. و زرتشت دیگر بار سخن گفتن آغازید: دوستان تازه من، ای شگفتان، ای انسانهای والاتر، اکنون شما چه خوشایند منید، زیرا دیگر بار شادمانه گشته اید، به راستی همگی شکوفیده اید. به گمان من گلهایی چون شما را جشنهای نو باید، اندکی پریشانگویی جسورانه، چندی پرستش خدا و جشن خر، چندی دیوانه بازی زرتشت شادمان پیر و بادی توفنده که با وزش خیش روانهای شما را روشن کند.
این شب و این جشن خر را از یاد مبرید ای انسانهای والاتر. شما این را نزد من بنا کردید و من این را به فال نیک میگیرم، زیرا تنها شفا یافتگان چون این چیزها بنا می کنند. و هرگاه که این جشن را برپا داشتید، این جشن خر را، آن را به عشق خیش و به عشق من برپا کنید و به یادگار من. چون این گفت زرتشت. سرود مستانه 1. و اما در این میان یکی پس از دیگری به هوای آزاد و به درون شب سرد پر اندیشه گام نهادند. باری زرتشت خود زیر بازوی زشت ترین انسان را گرفته بود تا جهان شبانه و ماه گرد بزرگ و آبشارهای سیمگون پیرامون غارش را به او نشان دهد. سرانجام آن گروه سراسر پیر خاموش در کنار یکدیگری ایستادند، اما با دلهایی آسوده و دلیر و در درون خود در شگفت از این که بر روی زمین به ایشان چه خوش می‌گذرد. و اما راز شب به دلهای ایشان نزدیک و نزدیک در شد و زرتشت از نو با خود اندیشید که اکنون ایشان چه خوشایند منند، این انسانهای والاتر. اما به پاس شادکامی و خاموشی ایشان این سخن را بر زبان نیاورد. و اما آنگاه چیزی روی داد که در آن روز دراز شگفت ترین چیز بود. زشت‌ترین انسان برای بار دیگر و آخرین بار قلقل و خرخر آغاز کرد و چون به سخن در آمد هان پرسشی گرد و پاکیزه از دهانش بیرون پرید. پرسشی خوب، ژرف و روشن که دلهای نیوشندگانش را از جای برد. زشت‌ترین انسان گفت: ای همه دوستان من، چه می اندیشید؟ به پاس این روز من برای نخستین بار از تمام زندگیم خوشنودم. به این گواهی نیز بسنده نتوانم کرد. باید گفت که زیستن بر روی زمین ارزنده است. یک روز یک جشن با زرتشت مرا عشق ورزیدن به زمین آموخت. میخواهم با مرگ بگویم همین بود زندگی. پس یک بار دیگر دوستان من، چه می اندیشید؟ شما نیز نخواهید چون من با مرگ بگویید همین بود زندگی؟ به پاس زرتشت پس یک بار دیگر. چون این گفت زشت‌ترین انسان و اما آنگاه چندان به نیم شب نمانده بود. گمان می کنید که آنگاه چه روی داد؟ انسانهای والاتر چون پرسش او را شنیدند، ناگاه از دگرگشت و شفایافتگی خود آگاه شدند و دانستند که آن را از که دارند. آنگاه به جانب زرتشت پریدند و هر یک به شیوه خیش، برخی خندان و برخی گریان، به شکر گزاری و بزرگ داشت و نوازش و بوسیدن دستهای زرتشت پرداختند. و اما پیشگوی پیر از خوشی رقصان بود و اگرچه به زعم برخی راویان اخبار آنگاه از شراب شیرین آکنده بود، بیگمان از زندگی شیرین آکنده تر بود و خستگی ها را همه فرو هشته بود. و نیز آورده اند که خر نیز در آن میان به رقص آمده بود، زیرا پیش از آن زشت‌ترین انسان بیهوده او را شراب ننوشانده بود. حال چنین بوده باشد یا چنان، چه خر به راستی در آن شب رقصیده باشد یا نرقصیده باشد، آنگاه شگفتی‌هایی بزرگتر و غریبتر از رقص یک خر روی داد. کوتاه سخن، چنان که امثال و حکم زرتشت میگوید، چه تفاوت!
چون بر زشت ترین انسان چنین گذشت، زرتشت مانند مستان ایستاد. چشمانش سیاهی رفت، زبانش بند آمد و پاهایش سست شد. و چه کس حدس تواند زند که در روان وی چه اندیشه هایی می گذشت. باری جانش آشکارا پس دوید و پیش گریخت و به دور دستان رفت. آوردند که بر کتلی بلند میان دو دریا چون ابری گران میان گذشته و آینده پرسه میزد. و اما چون انسانهای والاتر او را در میان بازوان خود گرفتند، اندکی به خود آمد و با دست گروه حرمتگزار نگران را پس زد، بی آنکه چیزی بگوید. اما ناگهان سرش را تند چرخاند، چنان که گویی چیزی به گوشش رسیده است. آنگاه انگشت بر لب نهاد و گفت: بیایید. و همان دم پیرامون را سکوت و حالتی رازناک فرا گرفت. و اما از ژرفنا آرام آرام بانگ ناقوسی برآمد. زرتشت نیز چون انسانهای والاتر بدان گوش فرا داد و آنگاه دیگر بار انگشت بر لب نهاد و باز گفت: بیایید بیایید، نیم شب فرا می رسد. و آوایش دگرگون بود و هیچ از جای نجنبیده بود. و باز همه چیز خاموشتر و رازناکتر شد و همه گوش فرا داده بودند، از جمله خر و جانوران ارجمند زرتشت، عقاب و مار و همچنین غار زرتشت و ماه سرد بزرگ. و نیز شب. باری زرتشت سومین بار دست بر دهان نهاد و گفت: بیایید 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 بیایید، اکنون پرسه زنیم. ساعت فرا رسیده است، بیایید در شب پرسه زنیم. ای انسانهای والاتر، نیم شب فرا می رسد. پس می خواهم چیزی در گوش شما بگویم، همچنان که آن ناقوس کهن در گوش من می گوید. به همان رازناکی، به همان ترسناکی، به همان یک دلی که آن ناقوس نیم شب با من می گوید، همان که بیش از هر انسانی تجربه کرده است. همان که تپش دردناک دلهای پدرانتان را شماره کرده است. وه که چه آهی می کشد، چه خنده‌ای می زند در خواب نیم شب پیر ژرف ژرف. آرام آرام، اکنون بسی چیزها به گوش می رسد که در روز از آنها صدا بر نمی تواند آمد. اما اکنون که در هوای سرد همه دلهای شما نیز فرو نشسته است، اکنون لب به سخن می گشاید، اکنون به گوش می رسد، اکنون به درون روانهای شبانه بیدار می خزد. وه که چه آهی می کشد، چه خنده‌ای می زند در خواب. نمی شنوی که چه رازناک، چه ترسناک، چه یک دل با تو سخن میگوید نیم شب پیر ژرف ژرف. ای انسان گوش دار.
4. وای بر من، زمان کجا رفته است؟ آیا در چاه‌های ژرف غرق نگشتم؟ جهان خفته است. آه آه، سگ زوزه می کشد و ماه می تابد. همان به که بمیرم. اما با شما نگویم که دل نیم شبیم اکنون به چه می اندیشد. هم اکنون مردم، کار تمام است. تار تنک گردم چه می تنی؟ خون می خواهی؟ آه آه، ژاله فرو می چکد. ساعت فرا می رسد، آن ساعتی که در آن می لرزم و می افسرم. آن ساعتی که می پرسد چه کس دل آن را دارد؟ چه کس می باید خداوند زمین شود؟ چه کس خواهد گفت چنین باید روان شوید ای رودهای بزرگ و کوچک؟ ساعت فرا می رسد. ای انسان بالاتر، گوش دار. این سخن بهر گوشهای تیز است، بهر گوشهای تو. نیم شب ژرف چه می گوید؟ بی خویشتن گشتم، روانم رقصان است. کار روزانه چه کس خداوند زمین خواهد شد؟ ماه سرد است و باد خاموش. آه آه، تا کنون تا کجا اوج گرفته اید؟ شما در رقصید اما پا کجا و بال کجا؟ ای رقاصان خوب، هنگام خوشی‌ها گذشته است. شراب به درد رسیده است و هر ساغر شکستنی شده است. گورها گنگوار زبان گشوده اند. شما چندان که باید اوج نگرفته اید، اکنون گورها گنگوار زبان گشوده اند. مردگان را نجات بخشید. چرا شب چنین دراز است؟ آیا ماه ما را مست نکرده است؟ ای انسان‌های بالاتر، گورها را نجات بخشید، جسدها را برخیزانید. آوخ چرا کرم هنوز نقب میزند؟ فرا میرسد ساعت. ناقوس میغرد، دل هنوز میتپد. موریانه کرم دل هنوز نقب میزند. آه آه، جهان ژرف است. چنگ خوشنوا، نوایت را خوش می‌دارم. قلقل شوم مستادت را، نوایت از چه دیرگاهان و چه دور دستان به من میرسد. از دورادور از آبگیرهای عشق. ای ناقوس کهن، ای چنگ خوشنوا، هر دردی در دلت رخنه کرده است. درد پدر، درد پدران، درد نیاکان. سخنت پخته گشته است، پخته به سان خزان زرین و پسینگاه. چون دل زاهد من اکنون میگویی جهان خود رسیده است. انگور تیرگون می شود، اکنون او مردن خواهد. از شادکامی مردن. ای انسانهای والاتر، بویی نمی شنوید؟ بویی نهانی برمی جوشد، بوی و عطری از جاودانگی.
عطر زرین شراب تیرگون شادکامی کهن، عطر طربناک گل سرخ. از شادکامی مرگ مستانه در نیم شب که میخواند جهان ژرف است، ژرف‌تر از آن که روز گمان کرده است. مرا فروهل، مرا فروهل، من پاک تر از آنم که تو را به کار آیم. به من دست مزن، آیا جهان من همکنون کامل نگشته است؟ پوست من پاک تر از آن است که دستهای تو شایسته آن باشند. مرا فروهل ای روز ابله کودن بی زبان، مگر نیم شب روشن‌تر نیست؟ پاکترینان میباید خداوندگار جهان شوند، ناشناسترینان، قویترینان، روانهای نیم شبی که از هر روزی روشن‌ترند و ژرف‌تر. ای روز از پی من کورانه دست میسایی، در پی شادکامی منی، به چشمت توانگر می آیم تنها. یک دخمه گنج، یک خزانه زر. ای جهان مرا خواستاری، به چشمت جهانیم، به چشمت روحانیم، به چشمت خداییم. اما ای روز، ای جهان، شما بسی خامید و خشن. دست‌هایی زیرکتر بادتان، دست‌هایی یازیده برای شادکامی ژرف‌تر، ناکامی ژرف‌تر یازیده برای یک خدا، نه برای من. ناکامی من، شادکامی من ژرف است ای روز شگفت، اما من هنوز نه خدایم نه دوزخ خدا، که رنج آن ژرف است. رنج خدا ژرف‌تر است ای جهان شگفت. برای رنج خدا دست بیاز، برای من چرا؟ من چیستم؟ یک چنگ مست خوشنوا، یک چنگ نیم شبی، یک ناقوس شوماهنگ که هیچ کس او را در نمی‌یابد، اما میباید در برابر کران سخن گوید، در برابر شما انسانهای والاتر، زیرا شما مرا در نمی‌یابید. ای رفته، ای رفته، ای جوانی، ای نیم روز، ای پسینگاه. اکنون شامگاه فرا میرسد و شب و نیم شب. سگ زوزه میکشد، یعنی باد. مگر باد سگ نیست؟ او مینالد، زوزه میکشد، او میکند. وه که چه آهی میکشد نیم شب، چه خنده‌ای میزند، چه خرخری میکند، چه نفسی میزند. اکنون چه سنگین سخن میگوید این شاعره مست. شاید مستیش را بدل به سیه مستی کرده است. شاید بیش از اندازه بیدار شده است. شاید نشخوار میکند. در خواب رنجش را نشخوار میکند نیم شب پیر ژرف، و بیش از آن لذتش را، زیرا اگر چه رنج ژرف است، لذت ژرف‌تر از محنت.
ای تاک چرا می ستاییم؟ این من بودم که تو را بریدم. من سنگ دلم از تو خون می رود. ستایشت از ستمگری مستانم چیست؟ تو می گویی آنچه کامل شده است، هر آنچه رسیده است مرگ می خواهد. درود درود بر تیغ انگور بر، اما آنچه نارسیده است زیستن خواهد دردا. رنج می گوید گم شو برو ای رنج، اما هر آنچه رنج می برد زیستن خواهد تا رسیده و شاد و مشتاق شود. مشتاق چیزهای دورتر، برتر، روشنتر. آنچه رنج میبرد چنین میگوید: من خواهان وارثم، خواهان فرزندم، خود را نمیخواهم. اما لذت نخواهان وارث است نه فرزند. او خود را میخواهد، جاودانگی را، بازگشت را. او همه چیز را جاودانه همان گونه که هست میخواهد. رنج میگوید بشکن خون خیش بریز ای دل، ای پا بگرد، ای پر بپر، ای درد برخیز برشو. باری بیا ای دل پیر، رنج میگوید گم شو. چه می اندیشید ای انسانهای والاتر؟ آیا من پیش گویم یک خیال پرور، یک مست، یک خواب گذار، یک ناقوس نیم شب، یک قطره شبنم، عطر و بخوری از جاودانگی؟ آیا نمی شنویدش؟ آیا نمی بوییدش؟ جهان من هم اکنون کامل گشته است. اکنون نیم شب نیز نیم روز است. درد نیز لذت است، نفرین نیز آفرین است. شب نیز خورشیدی است. دور شو وگر نخواهی آموخت که فرزانه نیز دیوانه است. هرگز آیا به یک لذت آری گفته اید؟ پس دوستان من به همه رنج ها نیز آری گفته اید. چیزها همه به هم زنجیرند، به یک رشته بستند، اسیر عشق همند. اگر یک چیز را که یک بار آمده است دوباره خواسته باشید، اگر گفته باشید ای مایه شادکامی چه خوشایند منی دمی بمان، پس شما همه چیز را بازگردنده خواسته اید. همه چیز را از نو، همه چیز را جاودانه، همه چیز را بسته به یک زنجیر، به یک رشته اسیر عشق هم خواسته اید. آری شما جهان را اینسان دوست داشته اید. شما جاودانگان آن را جاودانه و همیشگی دوست داشته اید و نیز با رنج میگویید گم شو ولی بازگرد، زیرا هر لذتی جاودانگی میخواهد. هر لذتی همه چیز را جاودانه می‌خواهد. شهد می‌خواهد، درد می‌خواهد، نیم شبان مست می‌خواهد، گورها را می‌خواهد، اشک‌های آرام بخش کنار گور را، سرخی زرندود شامگاه را. لذت چه ها که نمی‌خواهد،
او تشنه کامتر، یک دلتر، گرسنه تر، هولناکتر، رازناکتر از هر رنجیست. او خود را می‌خواهد، نیشش را در خود فرو می‌کند، خواست حلقه در او با خویشتن می‌کوشد. او عشق می‌خواهد، نفرت می‌خواهد. او سرشار است، می‌بخشد، می‌پراکند، زاری می‌کند که کسی بستاندش و ستاننده را سپاس می‌گزارد. او دوست دارد که از او بیزار باشند. چون این توانگر است لذتی که تشنه رنج است، تشنه دوزخ، نفرت، خفت، تشنه آنچه لنگان است، تشنه جهان، این جهان. آه آری شما او را میشناسید ای انسانهای والاتر، لذت مشتاق شماست، آن سرکش خجسته مشتاق رنج شماست. شما ناکامان، هر لذت جاودانه مشتاق مردم ناکام است، زیرا هر لذتی خود را می‌خواهد، از این رو مهنت را نیز خواستار است. ای شادکامی، ای درد، آه بشکن ای دل، ای انسانهای والاتر، بیاموزید که لذت جاودانگی می‌خواهد. لذت همه چیز را جاودانه می‌خواهد، خواهان جاودانگی ژرف ژرف است. اکنون سرود مرا آموخته اید، در معنای آن راه برده اید. باری بیایید ای انسانهای والاتر و اکنون ترجیع بند مرا بخوانید. بخوانید اکنون سرودی را که نامش یک بار دیگر است و معنایش تا جاودان. بخوانید ای انسانهای والاتر ترجیع بند زرتشت را. ای انسان گوش دار، نیم شب ژرف چه میگوید؟ خفته بودم، از خواب ژرف برخاستم. جهان ژرف است، ژرف تر از آن که روز گمان کرده است. رنج آن ژرف است، لذت ژرف تر از مهنت. رنج میگوید گم شو، اما هر لذتی جاودانگی می‌خواهد، جاودانگی ژرف ژرف را.